خر 1404 با آپشن‌های حرفه‌ای. همونطور که میدونید توی این روزگاری که همه دنبال سرعت نورن و ماشین‌های لوکس، ما بیشتر با سوارش شدیم خر طبیعی و بدون آلودگی، بدون بنزین و آروم برو وایسا قابلیت حرکت در هر جایی که فکرشو بکنید، کوه، دره، رودخونه، قبرستون حتی. بعد 1 ساعت خرسواری وقتی یه صبحونه لاکچریه، بعد تخم مرغ طبیعت. به نظر بزرگترین ماهی توی قلاب افتاده. کشیمش بالا ببینیم که چیه. بعد طبیعت همیشه مهربون نیست و امکان داره که دست خالی برگرده. ما گشنگی بهمون چیره شده و با چاقو به جنگ ماهیا میریم. ماهیا خودکشی میکنن و میان برای دعوا که میمیرن و با هواپیمای خودشون فرار میکنن.